من سعی میکنم همیشه تو برنامه‌ها سوال از چیزای وایرال بپرسم. الان وایرال ترین چیزی که توی اینستا و یوتیوب هست چیه؟ عشق ابدیه. عشق ابدیه. شما نظرت راجبه، یعنی دیدی؟ اول اینو بپرسم که دیدی؟ والا خیلی بهم گفتن که ببین نمیدونم ازش محتوا در بیار، خوبه و فلان و اینا، ولی واقعا چون کارم هم تصویره حتی تصویرش هم نتونستم نگاه کنم. نور پردازی، رنگ پردازی، نمیدونم دکور، همه چیش مشکل داشت. دکورش هم به نظرت مشکل داشت؟ دکورش حالا زیاد نمیشه چیز که، ولی نور پردازی داخل دکورش مشکل داشت. از اون نظرم نتونستم نگاه کنم، یعنی فکر میکنم 1 دقیقه‌ش هم نتونستم نگاه کنم. واقعا 1 دقیقه‌ش هم نتونستم. استارت دادی اصلا رفت تو مخه؟ استارت دادم رفت تو دکور دیگه. برنامه با زوم دوربین سال مثلا 1980 میلادی مثلا میساختن. زوم میکنن تو میاد. با آهنگ زوم میکنن، مثلا زمان آرمین توی اف ام بود. بعد مثلا اینجوری بودم که من دارم چه برنامه. اصلا ترانزیشن زومش زوم خیلی ترانزیشن قدیمی. دقیقاً. بعد شاید واقعا باورت نشه، ولی من تیکه هاشو که قبل از این که مثلا بفهمم برنامه عشق ابدی چیه، یه سری تیکه هاشو داخل اینستا میدیدم، واقعا فکر میکردم که یه برنامه ماهواره‌ایه که من سال 80 ندیدم و دارن از اون تیکه‌هاش استفاده میکنن. جدی دارم میگم. فکر می‌کردی خیلی قدیمی طوریه؟ فکر می‌کردم قدیمیه و اصلا واسه اون سالاست. مثلا موزیکش مدلش هم میخوره اصلا. کل مدل برنامه اصلا یه جوریه که میخوره. مثلا نظر راجع به محتواش چیه؟ محتواش که بیا راجبش صحبت نکنی دیگه. فکر کنم محتواشو میدونی چیه. آخه میدونی یه چیز برنامه ریزی شده ایه که به نظرت یعنی کامل اسکریپته، یعنی برنامه به تصویر دقت میکنم، قاب دوربین و تغییرات قاب دوربین مثلا تو یه شات طرف عینک رو چششه دارن یه دیالوگی رو میگن که پشت سر همه، روی شات تو سرشه. اونم اونجا هم پخش شده. خب معلومه یه چیز برنامه‌ریزی شده ای. کات دارن، خیلی کات دارن، مشخصه که خیلی کات دارن. ولی خب خیلی عجیبه برام کسایی که فکر میکنن واقعا رئالیتی شوه. نظر کلی بخوام بدم، واقعیت میدونی کسایی که مثلا هیتش میکنن و اینا رو درک نمیکنن. یکی به خاطر اینکه چرا هیت میکنی، مثلا هیت تو فکر کردی مثلا میذاره که کسی نبینه، تغییری مثلا روش ایجاد هیت. ببین معمولا هیت باعث دیده تر شدن. دقیقاً. یا مثلا کسایی که میگن نمیدونم این مخرب فلان بهمان، خیلی چیزای مخرب بانانه تری داری. آره که دیده نمیشه. پرداخته نمیشه. آره بابا. مثلا تو بیای به یه برنامه یوتیوب بخوای گیر بدی که فلانه، به نظر من واقعا تأثیری نداره که بخوای فقط گنده‌ترش بکنی. مثلا یکی از راه‌های اومدن بالا داخل یوتیوب و اینستا، مخصوصا یوتیوب، این شکلیه که تو یه داستانیو بندازی وسط، گفتی اینا رو قبول دارم که به قولی نورپردازی بد بوده، خب زیاد دقت نکردم من مثل تو، ولی تصویربرداری، نورپردازی، اینا رو من همه رو قبول میکنم، ولی نویسنده اون برنامه واقعا قوی بوده. خیلی قوی بوده. نه مغز قوی پشت این قضیه. چرا نویسندش قوی بوده؟ سر اینکه قسمت اولش، خب حالا من تا یه جایی دیدم، خب قسمت اولش کامل به قولی بر نخوره کرجی بازی. اون چاره این شکلی چی بود داستانش؟ کرجی‌ها که عشقن، ولی داستانش این بود که رقصاشون با مدل اون آهنگه اینا فیت شده بودن با هم دیگه. خب واتساپ گایز نمیدونم فلان. یه چیز دیگه خوب شد گفتی. من اصلا اونجایی که فهمیدم این قضیه برنامه‌ریزی شده است که طرف اومد گفت من 35 سالمه، بغلش خورد 34 سالمه. آره اونم دقت نکردم ولی اونو دیدم. آره بعد مثلا من اینجوری بودم که اوکی ادیتور شناسنامه چک کرده که نوشته 34، قطعا اینجوری نیست. نه دیگه ادیتور ویدیو رو میذاره کنار. آره و مثلا طرف داره میگه 35 سالمه 34 میخوره. 34 میخوره و معلومه که مثلا ببین اصلا کلا برنامه‌ریزیش این شکلی بود که کلی سوتی بذاریم توش، کلی چیز پایینه نمیدونم لو بذاریم توش که اتفاقا مسخره شه و هیچ شه. خب اون کلیپی که واتساپ گایز علی هستم نمیدونم از کرج، خب اون کلیپ دیگه فکر کنم وایرال ترین کلیپ اینستا شد. خب یعنی من اصلا نمیدونستم برنامه چیه، علیه رو میشناختم، علی کرجی. من فقط همون رو میشناسم. آره فقط همون رو میشناسم. من فقط اون رو میشناسم. بعد میگم دیگه یه تیکش، حالا من بقیه‌اش هم دیدم، بقیه‌شون هم با یه رقص
عجیب غریب نامتعارف با لباس‌های نامتعارف. خب یعنی اصلا نوع پوشششون پوشش شیک نیست. قسمت اول پوشششون اصلا شیک نیست. و پوشششون ببخشید کرجیه. خودش شوخی میکنه. بعد از قسمت‌های بعدی بهتر شد. یعنی این مشکلات حل شد کامل دیگه. دیده شد دیگه. دیده شد، همه اومدن اون فلانی استریم میذاره، این چرت و پرت، اون یکی هیتش میده، این یکی نمیدونم کلیپ میذاره. اینقدر دیده شد قسمت اولش فکر کنم 7 میلیون دلار ویو خورد. نمیدونم ولی من چیزی که یوتیوب فکر کنم آماری که بهم دادن رکوردش دست چیزه، خواننده با اسنوپ داگ خونده. آرش با اون رکورد دست اون فکر کنم. ولی من چیزی که آماری که بهم دادن تو 20 روز نزدیک 30 میلیون. عجیب غریبه، فوق العاده است. عجیب غریبه، واقعا فوق العاده است. ولی هیتش دیگه درست نیست دیگه. نه دیگه چرا میبینید ببینید آقا به ما چه میبینید ببینید. ولی من گفتم، من اون موقع استوری هم گرفتم، فرهنگ ازش بر نداری. یعنی این شکلی که آقا نمیدونم این حالا این چون دختره نمیره با همه مثلا میره لاس میزنه فلان و اینا، ما هم این کارو بکنیم، این کارو نکنید. خب به عنوان یه چیز طنز، یه برنامه سرگرم کننده ببینیم و تاثیر نکنه. یه چیز بگم بهت. ببخشید من این کلمات پریدم که بگم جمله‌تو شاید نگی، چون این قضیه اصلا برمیگرده به ناخودآگاه آدم. آدم این میره تو ذهنش. من اینو قبول دارم تو ناخودآگاه میره. خب نمیتونی بگی تاثیر بر نداره و فلان و اینا. خب من اینو قبول دارم، ولی اگه تو بدونی این قضیه رو که تو ناخودآگاهت نکنی و ببینی این قضیه آره برای همینه مثلا من اگه گفتم که آقا ببینیم ولی تاثیر نگیرین، که اتفاقا با اون ناخودآگاه بری ببینی. خب تو مثلا ببخشید میتونی پرنم بری ببینی و از اونم تاثیر بگیری. خب چون اونم ناخودآگاه دیگه، اصلا کل تفکراتت عوض میشه. خیلی چیز مخربیه. شاید با کارگردان یا تهیه کننده عشق ابدی اگه عشق ابدی نمیساخت میره پورت تو ترکیه میساخت، معلوم نمیکنه. خب همونقدر میتونه مخرب باشه. آره ولی همین که تو مایندست این باشه که آقا این یه چیز غیر واقعیه، این یه شوه که برای سرگرمی ما ساخته شده، همین کافیه. بشینی نگاه کنین دیگه، چرت و پرت هیت و فلان و اینا. عشق انی و نمیدونم چرا مسخره بازی. آخه میدونیم یه سریا حالا رفیقامونن خیلیاشون اینجوریان که نه نگاه نکنید فرهنگ درست و فلان و اینا. یه حکومت نمیتونه یه دونه مثلا فرهنگو درست کنه. حالا من کاری به خودمون ندارم، کشورهای دیگه اصلا یه حکومت یه کشور نمیتونه یه فرهنگو درست. خیلی طول میکشه فرهنگ درست شه. فرهنگ ببین حداقل 2-3 نسل طول میکشه که تو فرهنگو بتونی درست کنی. به این سادگی ها نیستش. آره زیاد خودم نیستم چیزی اصلا بپردازی. آره اینجوری نیستم راجبش چه شکلی، چون منم اولش واقعا سختم بود ببینم. یعنی منم رو 2x دیدم، خیلی خسته کننده میشد از یه جایی به بعد. حوصله سربر بود. یه سری شاتا من از نسخه ترکیه‌ایش دیدم قبل از اینکه اصلا عشق ابدی اینا بیاد. بعد مثلا تایتل خورده بود، طرف دید دوست دخترش با یه دختر دیگه داره صحبت میکنه، رفت دعوا کرد. بعد مثلا اینجوری بود که یهو تصویرش میافتاد رو مانیتور، بعد مثلا نشون میداد که طرف داره با دختره مثلا همدیگه رو بوس میکنن و فلان و اینا. بعد مثلا 1% اون پسره نمیاد با خودش فکر کنه که آقا دوربین رو منه. تو یه وقت به این فکر نمیکنه واقعا. من مثلا از نسخه ترکیه‌ایش این سوال برام ایجاد شد که مثلا گفتم شاید من برنامه رو نمیفهمم. نه ببین منطق شو ریالیتی شوه، ولی هیچ شویی وجود نداره به نظر من که حداقل یه لاین اسکریپت نداشته باشه. آخه ببین کسی نمیاد انقدر باجت خرج کنه سر یه پروژه بگه آقا شما نمیدونم چند روزه، 60 روز 90 روز 30 روز 45 روز توی یه ویلا این غذاتون رو میدیم، این همه بزنیم بودجه بزنیم زمین، شما فقط برید توی این ویلا هر کاری خواستین بکن. مثلا این منطقی تو خودت این کارو از پول بی‌نهایت داشته باشی این کارو می‌کنی؟ نمی‌کنی دیگه. میگه آقا من شوهر رو میسازم، نویسنده میاد لاین دستتون میده صبح ساعت فلان نگار برو دعوا کن، فلانی ساعت فلان بزن تو سر اون یکی، یه ذره بیارش بالا شوهر رو. وگرنه آدما نمیتونن اصلا 50 نفر رو ول کن توی ویلا با هم دیگه میسازن زندگیشون رو میکنن، کاری به هم ندارن که اون یکی بزنه این یکی سر اون نه اصلا چیز مشخصه. آخه میدونی سواد رسانه نیست دیگه.